شاهزاده‌ای که از قدرت گذشت تا حقیقت را پیدا کند. او می توانست پادشاهی کند، در قصر بماند و در ناز و نعمت زندگی کند. اما همه چیز را رها کرد تا به یک سوال جواب دهد: چرا انسان رنج می کشد؟ سیدارتا گوتاما حدود 560 سال پیش از میلاد در خانواده سلطنتی در هند به دنیا آمد. پدرش می‌خواست او هرگز رنج را نبیند. قصر، ثروت، موسیقی، آسایش، همه چیز مهیا بود. اما حقیقت را نمی شود پشت دیوار پنهان کرد. روزی سیدارتا از قصر بیرون رفت و چیزهایی دید که زندگیش را لرزاند. بیماری، پیری، مرگ. او فهمید ثروت و قدرت نمی توانند انسان را از رنج نجات دهند. در همان لحظه تصمیم گرفت راه دیگری وجود دارد. باید پیدایش کنم. در اوج جوانی همسر و فرزندش را ترک کرد. لباس شاهزاده را کنار گذاشت و راه زهد و ریاضت را در پیش گرفت. سالها گرسنگی کشید، سختی دید و با بدن ضعیف دنبال حقیقت گشت. اما فهمید افراط هم راه نجات نیست. روزی زیر درختی نشست و گفت تا حقیقت را نیابم از اینجا بلند نمیشوم. پس از مراقبه‌ای عمیق به بیداری رسید. او دریافت رنج از دلبستگی می آید. ذهن آرام رنج را کم می کند. راه نجات تعادل است. از آن پس او را بودا نامیدند، یعنی بیدار شده. بودا نه خدا بود، نه پیامبر به معنای کلاسیک. او معلم بود. تعالیمش آرامش درون، آگاهی، شفقت، دوری از افراط. قرنها بعد میلیونها انسان در شرق و غرب جهان از آموزه‌هایش الهام گرفتند. بودا به ما آموخت که رنج دنیا از جهان بیرون نمی آید، بلکه از ذهن ناآرام انسان سرچشمه می گیرد. اگر تاریخ واقعی رو می‌خواهی نه افسانه، سابسکرایب کن.